ساکنان شهر دوشنبه می‌خواهند به هر وسیله تأثیر خاکبارش امروزه را کم تر کنند. این صبح فضای پایتخت تاجیکستان را غبار فرا گرفت. شما با شعبه‌های یاردم تعجیلی مراجعت کنید اگر بیماری‌هایی که گرفتار فشار بلند، بیماری‌های گرفتار استمای برانخالی، دیگر بیماری‌هایی که گرفتار دیگر دوله گرفتار بیماری شدید راه نفس میباشند زیاد شدگی. دو روز پیش در دوشنبه شمال سخت وزید که به تیره شدن هوای پایتخت آورد. از بلندی محله لوچاب که موضع خوب برای تماشای شهر است، این لحظه منظره شهر را دیدن مشکل بود. در کوچه های شهر نیز ماشین راندن خیلی سخت بود و تنبشوی ماشین ها بیشتر مشاهده می شد. خاکریزش امروزه بعضی ساکنان گرفتار مریضی های قلب و دق نفس و هم فشار بلند خون را اذیت داده است. بعضی مثلا ارگانیسم خودمان بعد از چنانی که بوده از چنگ و غبار پر گشته است. طبیبان مشورت دادند گرفتاران درد قلب بیشتر آب نوشند، بیرون نروند و در خانه بمانند. در حالت ضروری خویشاوندانشان آماده باشند که برایشان یاری طبی را دعوت کنند. اگر که لازم باشد که برام کوچه یا یگان دیگه جا رفتن، حتما یگان ماسک گرفته پوشتن یا خوب پوشتن لازم که همون نفس گیری سالک باشدم حمایت میکند. کمیته حالتهای فوق‌العاده اطلاع داده است که از همین روز در تاجیکستان در قیاس بر روزهای پیش هوا سرد می شود.